سلام با همه اعضای دل. رستوران ما خانه دوم شما است. اعضای دل، امیدوار هستم که صحت و کامل باشین. اعضای دل، اگر چینل یوتیوب پنجره افغانستان را سابسکرایب نکردین، امی حالا سابسکرایب کنین که اولین نفر باشین که از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. اعضای دل، این بار بازم آمدیم در قلب کابل، جای آمدیم که بهترین غذای لذیذ مزاری، غذای بهترین لذیذ مزاری را مشاهده کنین. بله، مزار نان رستوران با ما باشید. جای قشنگ است. باش که مسئولش کی هست؟ سلام 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 جان تانجو. چی حال دارین؟ صحتتان خوب است؟ جان تانجو. خیرت است ان شاء الله. بخیر هستین؟ بخیر باشید. خوش آمدین. صفا آوردین. خوش باشین. تشکر. ببخشید میشه که خود معرفی کنین یک موضوع که برای ما بگین که امی رستوران مزار چه زمان افتتاح شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رفیق قیومی، مسئول رستوران مزار نان. افتتاح رستوران ما تقریبا مدت یک ماه 28 روزی میشه افتتاح شده با کمک یاری خداوند. و دیگه رستوران ما نمایندگی از غذاهای سمت مزار شریف میکنه، با بهترین غذاهای سمت مزار شریف با روغن خوراک‌های طبیعی وطنی است. ما غذاهای خارجی نداریم، صرف ما غذاهای وطنی میباشد. بفرمایید همه تو قصه کردن میریم برای ما تشریح کنین. بسیار نام خدا، یک جای بزرگ، جای لوکیشن بسیار عالی هست. خودتون گفتین محمد رفیع هستین؟ بله، محمد رفیع قیومی. مدیر اینجا هستین؟ مسئول هستین. محمد رفیع عزیز، چند نوع غذا در رستوران مزار است؟ جمله تقریبا یک 8 رقم خوراک داخل چیز داریم که مثلا از روش است، قورداغ است، قابلی است، دیگه مایچه است، مایچه پلو است، ملنگ است، مایچه روش است و دیگه یک 12 رقم کباب داریم که کباب بودنه است، کباب میکس است، کباب بال مرغ است، کباب چیکن وینگز میگن که دیگه تکه است، کبابای تکه است و شامی است، همه چیز است. بله. مهربانی. محمد رفیع مدیر عزیز، برای ما گفتن میتونین غیر غذای وطنی ها یا غذای خارجی هم هست؟ نه، اینجا صرف غذای ما غذای وطنی است. غذای سمت پیشتر هم براتون یاد کردم، غذای سمت مزار شریف است که عموما دیگه اونمو خودتان میفهمید که سمت مزار شریف قابلی و با روغن کنجد و روغن پنبه‌دانه میباشد. بله. تشکر. محمد رفیع عزیز، چند تا کارمند دارین شما؟ من تقریبا در بسته بخش ما تقریبا یک 15 جمله 19 نفر می باشد. 19 کارگر داریم.
19 دانه. بله. ماشاءالله. فقط در این رستوران بله آره. فعالیت میکنه. بله. درست؟ برای ما گفتن میتونه که آشپزتان از کجا هست؟ عموما کارگرای ما از سمت مزار شریف هستن. کارمندای ما تماما از آشپزا و تمام همگیشان و اونا تمام آشپزا هم که می باشن تمام اونا استادای مسلکی و بسیار ورزیده سمت مزار شریف می باشن و ما همچنان برایتان بگویم که شیریخ بسیار اعلای از مزار شریف داریم با شیری اصلی خودشان هستن و این هم آشپزخانه ماست میبینین و یکی از بفرمایید این دیگ است. درست است. این که میبینین این را بنام بغوری گردین است و با غذاهای خیلی اساس بله. و غذاهای طبیعی است. روغنش هم همیشه طبیعی و نباتی است و این که میبینین قابلی است. غوری گردنه میگیم ما. بله بله. با غوری سمت خود ماست و میبینین که نوشتایش هم ببینین که بچه نوشتایی هستن به زبان ازبکی و ترکمنی ماست. یا ترکمنی و بله. ازبکی نوشته است. آشپزتان تمامش ترکمن است یا ازبک است؟ تمامشان از سمت مزار شریف هستن و فارسیوان می باشن عموما دیگه آشپزای از سمت مزار شریف عموما فارسیوان. باز با ما یک چیزی بگویم که همه میکس است داوجه، اما از هر زبان از هر قبیله و قومی همه ما می باشن. بله. محمد رفیع تمام برنجایی که بسیار عالی هست بله. خرید میشه از کابل. بله. ولی بهترین آشپزایتان هم از مزار است. بله. چند سیر در روز چی میشه؟ پخت میکنین؟ عموما در روزی 3 سیر، 3 و نیم سیر، 4 سیر با تفاوت به روزا داره. به خودتان میفهمین بعضی روزاست که مثلا روزای رخصتی و چیزا باشه عموما مصروفیت بسیار زیاد می باشه و عموما مشتری ها ماشاءالله خیلی بهتر هستن و در این مدتی که واقع کردیم ما از تمام کوشش‌های ما سر کیفیت است. کیفیت برای ما یک اصل مهم است و در پالوش همه چیزایی که می‌بینیم اما خوشی و راحتی که مشتری ما را می‌بینه در پالوی غذای بله و تمام همه کوشش‌های ما اینمی است که اما کیفیت و خوشحالی و آرامی و راحتی که مشتری را ده باش. برای ما گفتم میتونین که غذا ترین مشهور که غذا دارین کدام میشه است که زیاد مشهور است؟ شما میفهمین که سمت مزار شریف زیاد مشهور که است یعنی قابلی است، کبابایش است یا زد امی کبابایی که بسیار دیگه به حساب بگویم کبابای تکه است و شامی است یا بسیار مشهور هستند و عموما قابلی دیگه خودتان میفهمید سمت شمال سمت مزار شریف عموما قابلیش دیگه نمبر 1 است. اونم روغن کنجد باشه که باز خودتان میفهمید روغن طبیعی و نباتی است. بله و هم مزهش بسیار عالی و با کیفیت میباشه. محمد رفیع عزیز ما که ببینم دمیر شرایط کال ببینم خدا چقدر بیروار است. بله ماشاءالله. چقدر زیاد مشتری آمدن. بله. یم شده تا بال یک ماه نشده که افتتاح شده. 28 روز. 28 روز. بله. در 28 روز اگر مردم زیاد فکر کنم اگر اینجا رو بلد شوند در نظر من بسیار یک جای عالی هست. تمام اعضا شاید بیاین اینجا مشتری ما همیشه کوشش ما اینمی است که یک خدمت بزرگ به مشتری ها خود بکنیم. در بالای کیفیت بیشترم برتان یاد کنم میخوایم راحتی و آرامی و سهولت آسودگی را برشان بدیم. گرچه میبینید دیزاین ما هم میز است هم به ما حساب بگویم به نشیمن افغانی مثل صوفه وار یک جای اساس جور کنیم به خاطر نشستن راحت بودن همه چیز و به خاطر که همه عموما ما شما میفهمیم از اگر کلتور قدیم ما را ببینین همه ما به حساب نشستن به حساب بگویم برتان صوفه اما تخت تو میز و تیبل و چیزا بسیار یک چیزی است. ما با مخاطر دیزاین چیزا هم که کردیم به مخاطر هم نشیمن بسیار راحت آرام استوار بتون آدم نام بخوره. محمد رفیع عزیز فامیلی در کجا هست؟ فامیلی هم بخشش جدا داریم. جدا داریم؟ بله. حضای دل جایی که مزار نان رستوران است که بخشش باشه. سلام علیکم. سلام به شما و بیننده چینل یوتیوب تان. نام شریفتان چی است؟ نام ما امید است. امید جان. امید جان برای ما گفتم میتونید که شما چند روز است که در این رستوران میین؟ ما از وقتی که افتتاح شده دیگه میایم. از این افتتاحش؟ بله بله. چقدر دیر میشه؟ حدودا یک ماه شد. بسیار کم است. بله من بله. خیال کردم 5 سال 6 سال. رستوران نو است. بله بله بله. نه یک ماه شد که افتتاح شده و دیگه نظر به سرویس که میتن واقعا از
بالاترین رستوران های با تجربه کرده، یعنی سرویسشان بالاست، نانشان از هر لحاظ، خود نظافتشان از همه لحاظ یعنی مکمل هستن اینا. اول بخشش باشه که من مزاحم سرمان هستیم. خواهش میکنم، مشکل نیست. از اینجا باز نان خانم میبرین؟ بله بردیم زیاد از اینجا نه؟ چون بله، بازی بله. هستن فامیل؟ بله واقعا اونا همچنان خصوصا مایچه هایشان، روششان، اینایشان همه چیزشان واقعا فوق العاده است. چون دیگه نام داره چه مزار. در دقیقاً بهترین غذای شما امیدوارم کدام چیز زیاد خوش داره؟ قابلی، کباب، ما واقعا منتو، آشک. غذای مورد دلخواه ما دیگه طبعا قابلی هستم و کباب. این دو چیز ما زیادتر استفاده میکنیم هم جد. میگه میره خوش داره. بالکل. امیدوارم خیلی پس علاقمندش نمی یک ماستی که علاقمندش شدی. بله. رستوران. بله واقعا. بله. سابق کجا میرفتین؟ سابق مختلف بود، گاهی طرف چارای حاجی یعقوب، ایسون، طرف انصاری اینجا میرفتیم. چرای انصاری. دیگه بهترین جای فکر که میشه انتخاب کردین. بله واقعا از هر لحاظ دیکور دیزاینش هم میبینین شما، دیگه سرویس خود برخورد کارمندایشان از خود منیجر صاحبشان دیگه همش واقعا فوق العاده است که یعنی نمیگذارن که دیگه جایی برادر. نه راست میگی. امیدوارم تا کدام وقت شده که در دوست زنگ زده باشی که بهترین یک رستوران نو است. بله من جایی که رستوران سابق داوردی؟ زیاد تقریبا ما از یک بزرگترین کمپانی از دو کمپانی مخابراتی ما به اینجا نفر معرفی کردیم آمدن. بله و جالب بی است که اینا باز یک سرویس خوب دیگه دارن که برای مشتریایی که مثلا از این کمپانی ها می باشن باز یک تخفیف ویژن برشان میتن. بخشش باشد امی مکمل چند میگیره یک قابلی را پولش؟ چقدر تخفیف میدن؟ یک قابلی خود چون ما کارمند هستیم و ما زیاد تمام شرکت جمعه دیگه تقریبا 30% تخفیف برای ما باز میتن. شاید 200 باشه؟ 200 است. خب بازمو 100 نه 180 فکر کنم هستم. بله. باز 35 شاید تخفیف بدن؟ بله. 1.5 ساعت. بله. بسیار عالی سوال. غذا شمالی. بله. واقعا. تشکر میکنم از خودت. خواهش میکنم. بخشش باشه که مزاحم شدیم. خواهش میکنم. مشکل نیست. تشکر از شما. اعضای دل البته بازم با عذر معذرت جناب رفیع عزیز برای ما میشه تشریح کنین درباره جوز. بریم جوز ببینیم دید بازدید و جوز کمی جوز در کجا جور میشه، چه قسم جور میشه؟ جوز ما یه بار سکشن است پشت سر در اینجا چیز است میرابوری؟ بار داریم بفرمایید و این یک جوز اسپیشال است. واو فهمیدین؟ جوز اسپیشال مازارنان است که از برند ونزدی هستن. بله. با اینجا با همکاری یکی از دوستا هستن اینا ونزدی را ساختن. ونزدی خودش یک برند است در خود افغانستان شده و خیلی جوسای عالی، همه عموما طبیعی است. طبیعی است عموما. یک قیمت از چند است؟ اینقدر که کشفش داره؟ قیمتش ارزان است، 120 افغانی زیاد بلنده. چی میگی تو؟ بله. ما گفتم شاید 500 600. نه 120 افغانی است. بله. اینوش خود کاکاو از چی است؟ یا خوردمش نه مرغزان ندی. از می بردمش؟ بله اینا که است هم برای یک دیکور و دیزاین که ساختیم هم است. بله. خوش شدم کاکاو است. خب بسیار یک جای عالی است رفیع جان. این رو برای ما گفتم میتونه یکش خواو مدنی و رزی دیگه چی است؟ اوش چی است؟ ایش دوغ است. این دوغ است اولی؟ دومی است؟ بله دوغ است. سومی خود. این دوغ مخلوط میشه چی میشه؟ بله دوغ است، خودتان میفهمید طرز دایی دوغ است و دوغ به حساب برادرای پشتونی ما بگوین شلنبه که باز دیگه شور نخورد باز کای مزه میده باید شور بخوره شور که شور میخوره. بله شلنبه. خب رفیع جان عزیز اینجا خود دستگاهش است. بله این دستگاه جوس است. ببخشید دوغ است او با دو بخش میتونیم اضافه کنیم. باز ما خودمون چیزی اضافه نکنیم چون جوس طبیعی داریم دیگه چیزا رو نخواستیم. جوس طبیعی از میوه‌های تازه است و یک خوبیش است که میوه وطن است. راست می. از وطن است و کلش به خاطر رشد اقتصاد وطن است از هر نگاه. یک مشتری که بگه برای ما چور که چقدر دربار میگیرن؟ ان شاء الله به ظرف 8 دقیقه الا 10 دقیقه. بله ان شاء الله با امکاناتش 20 سال است. رفیع جان در نظر من شریخ شبرغان یا مزار بخیر نام داره در ولایت. بله
شما خود دارین ان شاء الله شریخ؟ ان شاء الله با شریخ مزار شریف که است با چیزای داریم میرمونی که کامورم نشان بدین. مشهور خودتان میفهمین آقای سبب عبدالرحیم است و یکی از کسایی از عضو فامیلشان همینجا هستن و با بخش شریخ ما بسیار یک شریخ حالا با شیر 100% طبیعی است. شیر طبیعی. شیر طبیعی 100%. بله. در کجا جور میکنی شریخ؟ ما شریخ از بیرون است. ما براتون میگم که یک شریخ اساس هم تو آماده کنه. از میوه میکس و بسیار یکی تبلیغ گپ زدن از که باید عمل شود که بخورید شریخ عمل. ما براتون به عملی نشان میدیم. ان شاء الله. مهربانی. تشکر. یک شریخ بسان جور کن. فکر کنم بچه اما استاد خلیفه استاد خلیفه بچه‌ش است. استاد خلیفه نه؟ در قشتی کج هم هستی خودی؟ در قشتی کج هست؟ مشروخی مدنه باید بریم به شگل شریخ آدم مهنده آدم همیت جور مگنه کاش که ما به مالد شریخ بیا لالا جان قشتی کج خب از جای دل مزار نان رستوران شریخ که نام داره همین شریخ به نام شبرغان بالاست یا نه شریخ به نام مزار دیگه اول است؟ والا هر ولایت یک جایگاه و طعم و معانات خود داره. بله در اون بخش از هر ولایت همه چیز یک مزه خاص مزه خاصه راست. از هر نگاه از هر اون معنی چی از نگاه زبان بگیم چی از نگاه غذا بگیم چی از نگاه همه وطن ما همه جای همه اقوام ما یک طرز یک کلچر یک رفتار یک چیز خاص خود داره. خیلی چرا زیادتر مگه شریخ مزار مردم زیاد تعریف میکنن؟ والا چون شهر مزار شریف سالهای نو که هست اونجا بسیار مردم چکر میرن و عموما همه خاطره دارن. شهر مزار شریف خصوصا با سال نو که میشن بسیار مردمای ما از بسیار ولایت من چون خاطرهای خیلی خوب است. عموما خاطرهایی که از بسیار سالهای قدیم مانده. از بسیار سال. مصطفی چه ببینیم که چه قسمه هست شریخ شهر مزار. واو چه جای هستن. بریم داخل اجازه است؟ سلام خوب هستین جزران؟ چیار دارن؟ لباس مخصوص باید اینجا که شریخ آمده شریخ مزار با لباس سرخ بپوشین. چون بخاطر بیا پایین دولتی این خود جان سناس نه داره کاش خواه داری؟ بیا موتی یک مسابقه میتنگه ما رو چپا کردی واقعا جان سناسی ما نه شما باز احترام داره نه پیش احترام پیش ما زیاد است. هنوز مردم دوست داره هر چی که قدر شوخی میکنیم مگه من احترامتون دارم چون بچه با تربیت و تعلیم اینو برای ما میگین که شریخ چی برای از این مخلوط میشه چی هست؟ شیر است شکر است یخ است نمک است اون شریخ ترکیب داره که شریخ داره موز کیله یارم میندازی؟ بله شریخ کیله و هم و توت زمینی و چیزا اینو چی است؟ این نمک است. نمک امروز چی مخلوط میشه؟ نمک در پشت سر یخ مخلوط میشه بسیار قالب گیس میکنه و یخ میشه. اینا که هستن نواسه حاج صاحب عبدالرحیم هستن. نواسه؟ بله چون شریخ حاج صاحب عبدالرحیم در شهر مزار شریف بسیار مشهور میباشن. بسیار مشهور است. بله اونجا نام خدا چقدر بیروبار باش سرتون. بله چون که از چندین دکان دارن در شهر مزار شریف و اینا یک بخشی شریخ ما در مزارنان اینا پیش میبرن. با استاد سوال از ما تقاضا کردن ما مزار شریف بودیم. نه درست است. تقاضا کردن بیاین پیش ما همکاری کنین که ما تا یک دیگه بازارهای ما خوب شوه. ما اومدیم به خاطر همین همکاری استاد سوال شد. دوستای عزیز بسیار میگن نام خدا در مزار شریف نام دارن بسیار مشهور هستن میرن مردم مشتری زیاد داشته باشن اونجا در مزار. تشکر بسیار تشکری میکنم از خودتون. من واقعتش که میبینم بسیار نام خدا مشتری هم جذب کردین ان شاء الله زیاد میشه. چی نوع کبابا هست؟ چی رقم مخلوط میشه؟ تقریبا یک نوع کباب داریم دیگه. یعنی غلام سخی جان شامی است. خب شامی که هست شامی مزار است و شامی را همیشه تازه بخوری. تازه ای را بگی لالا جان یک ذره خودت نوش جانش کن. ببینیم که عملی چی میشه. بله دیدم با حمید جان میتونیم بگم حمید جان که بخوره نخوره مگه خوبش است. مخلوق خود میفهمم. بله و خراب هم باشه. کباب ما که هست عموما از گوشتاش تازه است و واقعا گوشتایی که عموما ببخشید لالا چرا قمر خطا بیاره
ما خطا نیستم. بخشش باشن. خدا بخشه. شما خودتان کبابی هستین؟ بله. بسیار فکر کنم خسته هستین، رقم کردین بسیار مشکله. والا خسته هستیم مگه مقدر خسته نیستیم مقصد میشه دیگه. این کباب چه رقم جور میکنه؟ واقعا ما اگر در خانه هر رقم کار میکنیم این کباب یاد نمیگیریم. دلیل چی است؟ دلیلش نمیشه که طریق اخته کردنش و دیگه شیات داره چی دیگه رقم بسیاری اختر فامیل. میکنیم؟ این چی تو خوشمزه است؟ ما کار میکنیم یا میسوزه یا میمونم مگه بدر نمیخورن. اختش دیگه امرای می سیر سای پیاز بعضی چیزا میشه. سیر پیاز همین چیزاست. چرا راست خدا قدیمم کاری نمیکنی؟ راست یار خدا ما بگه ترسناک، ما جایت نمیگیرم. دیگه کل همکاری کنه خیلی کسایی که میخواین کاروبار و رستوران چیزا کنن هی چی کنن واسه ما والا فهمیدم اگه کلش بودیم میگم یک وقت نباید سخی. خب رفیق جان عزیز اینجا که من میبینم چند نوع کباب است. بله تیکه هست، شامی هست. بله. اون رو من نشناختم چی است؟ او که سینه مرغ است این کباب مرغ سینه سینه مرغ است بله جمله یک نوع 10 رقم کباب داریم خب و بله اینجا هم بال بال مرغ کدام داریم است؟ این بال مرغ است بال مرغ. بال مرغ است بله یا بال پس مرغ. قیمتش متفاوت است؟ متقدر تفاوت نداره خب بله بله. دو رقم دیگه ایش چیز استاد پخته میشه. عزیز سک کلا نکوسد. استاد امو محبتش جنگ است. نه جنگ نیست. نیم دو کیلو رنگ چرا میگن؟ من زور مادر تو. خب دو 8 رنگ کباب است. 8 رنگ. ششش اینجاست دو تای دیگه ایش جالی پخته میشه. بودنه و چوپانچه. کدام میشه از خب بیا یک دفعه تشریح کن که کل مردم او در کجا هست؟ در کجا در هست؟ غلام در چه در فریزر. رقم بله. یک قسمش هست چوپانچه میگه که عموما از قبرغه است قبرغه گوبره است و دیگه تشکر باز میم و چوپان که میگن او را هم از کمر و قبرغه و ایچه است گوشت بله گوشت هایش بسیار نرم و پره و هم باز شده کم قیمت باشه نسبتا تا باز یک کباب داریم تقریبا یک 13 سیخ است و کباب فامیلی است مکس مزار نان است مکس است بله از او عموما کباب بودنه می باشه و کباب شامی و همه کباب میکس است مکس است بله اولو خوبش است بله تشکر مهربانی بریم که از جای دل بازم پیش حاجی صاحب یکی از مشتری رستوران مزار است که پیشان آمدیم. سلام و درود حاجی صاحب ان شاء الله صحت و سلامت باشین. اسم مبارک چیز حاجی صاحب؟ غلام رسول مومند مسکونی ولایت بلخ. کم بلندتر صحبت کنیم. خب در رستوران یا دوستای ماست ما امروز آمدیم که رستوران رو ببینیم. رستوران خوبیش است، نانش خوبیش است، خوب غذای خوب وطنی و دیگه برای جور میکنن برای مراجعین برخورد خوب داره که مردم کردیم. حاجی صاحب بخشش باشه از ما خب بزرگم هست احترامتون دارم پیشتر که مرا صدا که بسیار بلند میگه غلام سخی غلام سخی خوب یا اساس گپ مزنی حالی غلام سخی پیشتر تجیغ زدی من و خطا گفتم غلام سخی لالا غلام سخی لالا خوب چی خوب تو حاجی صاحب بخشیامو چیزتون هست حاجی صاحب عزیز چقدر وقت میشه که شما اینجا میایین؟ ما رستوران مزار در رستوران مزار ما دین روز از مزار آمدیم امروز اینجا آمدیم. خب همین که از مزار بیای کابل اولین چیز همینجا میایین؟ بله دوستای ماست شب هم اینجا میپایی؟ اینجا بودیم اینجا هستیم اگر دیگه جای ماست اینجا هم جای است جای از خودی ماست منظور ما جای خاص بله میمان هستیم. خوب هتل مجهز است کارمندایش خوب مردم است خوب با مردم خوب روی خوب دارن نانش هم خوب است دیگهش هم خوب است مشکل ندارن از نه از مشکل ندارن نان. حاجی صاحب عزیز شما در مزار کدام دکان دارین چی؟ نه ما خودم یک متقاعد هستم. ما دولت بودیم متقاعد شدیم ولی خانه در ولسوالی بلخ است از خود ولسوالی بلخ می باشم. بسیار خوش شدم تشکر مهمان ما هستین نور چشم ما هستین در کابل ما مردم مزار بسیار دوست داریم مزار خودش یک مردم مهمان نواز است شما رو ما خوش دوست داریم که شما میایین در خدمت مردم باز مردم چی میکنین ما بسیار خوش شدیم که غلام سخی کتی ما مصاحبه میکنه. تشکر حاجی صاحب محترم قربانتان زنده باشین سلامت باشین. اگر کدام جای مای ندارید واقعیت برید میگم ما در شهر نو دفتر است
اونم اینجا انشالله میتونی مهمان ما شوی. نه از بیادر پرسان کنیم وقت سالگرد نیست مشهور به تراشه. از روی دل بسیار برای من بسیار ببخشید گپ از آنت گرفتم. از روی دل بسیار برای من جالب است که چه رقم براتون بگم از جا. سعید بالا با گفت سالگرد است. این شیریخ است که نمیفهم سالگرد. نام خدا قندلک. نام چیست؟ انوش انور؟ انوش انور. انوش انوش. جانم. انوش. خارجی است این نام یا داخلی است انوش؟ نه داخلی است. نام ما کیومرز است. خارجی خوب است. کیومرز. خب تشکری میکنم. باور من نمیه که چه قسم ما باور کردم که خیلی کردم سالگرد کدام اطفال است. انزل زودتر خلاص حجم شروع کنیم خلاص کنیم. هوا گرم است. والا قضیه. خب از جای دل بسیار جالب است که ما باورم نامد. ما قسمی که مشاهده میکنین از جای دل سعی کنین که فقط سالگرد اوریز. ما در سالگرد خودم واقعا می رقم کیک نخورده بودم یا سعی کنم خدا. این کیک است یا شیریخ است؟ خب تشکر. میشه برای ما بگین که چند نوع چی چیزا برای از مخلوط میشه؟ این شیریخ هست. شیریخش از عام است دیگه. توت زمینی است، کیله است، بیسکیت است، کاکائو است. و عمران جان که است سلام. عمران جان از طرفش تحفه آورده و برای شما خاص جور کرده برادر. تشکر. از خودت تشکر. از خودت لالا جان تشکر. این خلام خدا در مسابقه هم در جان سینا ورسنه در کشتی کچ این چیزا رو خنوش جان میکنم. بله. تشکری میکنم از خودت قربانتون. خب یکی گپ مرد گپ نگی که او شده میره. نوش جان کنین و ما هم کوشش این رم اون خود چپا شده. ما میفهمم نه. یکی شروع کنید چپا میشه. خب بگی لالا چرا؟ محمد رفیع جان واقعا بسیار جای عالی هست. تشکری میکنم از خودت که بسیار زحمت کشیدی. مهمان نواز هستین. واقعا مردم مزار شریف واقعتش مردمش مهمان نواز است. محمد رفیع برای ما گفته میتونین که برای بیننده ها برای مشتری ها بگوین که بیاین اینجا آدرسش که بیاین بهترین غذای لذیذ اینجا بیاین مستفید شون. آدرس ما پارک شهر نو، کوچه امتحان است، مقابل سالن فاتحه خانی زنانه. رستوران مزار نان خانه دوم شماست. با ما بهترین غذاهای سمت مزار شریف را تجربه کنید. و غذای ما اما با کیفیت عالی و غذا روغن های طبیعی می باشد و غذای وطنی عموما وطنی است. و همه چیز ما غذاهای ما تمامش از طرف سمت شمال و مزار شریف است. خودت نام خدا تبلیغات پیش میبره ما تو گوشنا موندیم. نوش جان کنین. بیا خیلی نوش جان کنین. درست نوش جان بسم الله بگین دکان. خب از این دل اگر آمدین واقعیت رو براتون میگم که بهترین غذای لذیذ رستوران نان مزار شریف. خیلی کلش تمام کارمنداش مزاری هست. ما واقعا نش قابلی مزاری را که دیگه نام دارد تمام جمع مدرفه طرف ما سید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بگیرین نوش جان کنین. نوش جان کنین. نوش جان. ببینید که واه ملنگ. واه بچه قربانتون تشکر. بسم الله. واقعیت غذای لذیذ است. از جای دل. اینجا که من نشستم در دیگه کشورها که بره که شاهرخ خان و سلمان خان بشینه در جایشون کلی من افتخار میشنه. شما مون کار نکن خیر در جای من نشین فقط بیاین در رستوران نان ازبکی را نوش جان کنین. بسیار نان لذیذ. تشکری میکنم محمد رفیع. دیگه موزای ما نشو. نه راست ببخشید موزای نشو. نه خواهش میکنم من شوخی کردم برای دوغ و چکش هم از خود مزار شریف میاد. درست است. تشکر. و همه چیز با غذای عالی و همه چکش از مزار شریف. فیان مزاری است ها؟ بله بله چکش از خود مزار شریف. چکه مزاری باش که نوش جان. خوبش است. با ما باشی. رستوران ما خانه دوم شما است. خب از این دل تا این لحظه تشکر میکنم از تک تکتان. دیگه جایتان خالی است.
جایتون به خاطر از خالص که این چیزای تمامش وطنی هست. کسی که از وطن دور است دلشون او میشه که کاش که بیای پیش غلام سخی نوش جان کنیم، کباب وطنی، قابلی وطنی. خب به هر حال پرحرفی نمیکنیم، برنامه ما با پایان میرسه. تا برنامه‌ای که بازم جالبتر خوبتر براتون تقدیم کنم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. تا برنامه بعدی، محمد رفیق، خداحافظی. خدا نگهدارتان.